درود میگم به شما عزیزان. امروز یه غذا با سبزیجات داریم. هویج و پیاز کدو رو نگینی خورد میکنیم. بروکلی رو از قبل میشوریم و فقط از وسط نصف میکنیم. نیازی نیستش که خیلی خورد بشه. و همینطور در انتها هم گوجه داریم که گوجه رو بازم به شکل نگینی خورد میکنیم. بعد از داغ شدن مایتابه روغن رو اضافه میکنیم. ترجیحاً روغن زیتون باشه، ولی اگر روغن دیگه ای هم بود مشکلی نداره. بعد از داغ شدن روغن پیاز رو اضافه میکنیم و بعد از اینکه پیاز کمی طلایی شد بهش هویج و کدوی خورد شده رو اضافه میکنیم. ولی باید در نظر داشته باشیم چون هویج سفت‌تر هستش اول هویج رو اضافه میکنیم و بعد از 5 دقیقه میتونیم کدو رو بهش اضافه بکنیم. خب در اینجا ما کدو رو اضافه کردیم به موادمون که هویج کمی نرم شد و بعد کدو اضافه کردیم. در این قسمت بعد از کمی تفت دادن میتونیم بروکلی رو به موادمون اضافه بکنیم. در این قسمت ادویه ها رو با هم مخلوط میکنیم. من از نمک هیمالیا استفاده کردم، مقداری فلفل سیاه و مقداری هم زردچوبه. این ادویه‌جات رو با هم قشنگ میکس میکنیم و بعد از میکس شدن میتونیم به مواد غذامون اضافه کنیم. خب در این قسمت که تمام مواد سبزیجاتمون تفت خورده پخته شده گوجه رو اضافه میکنیم برای اینکه گوجه سالمتر بمونه و له نشه. ما همیشه گوجه رو در انتها به موادمون اضافه میکنیم و نیازی نیستش که کامل هم بزنیم، همین که روی سطح رو بگیره با بخار نرم میشه. و میخوایم در این قسمت الان سس موادمون رو آماده بکنیم. 3 قاشق ماست، 2 قاشق مایونز و 4 عدد حبه سیر. سیر رو به خوبی رنده میکنیم و به موادمون که ماست و مایونز هستش اضافه میکنیم و بعد از اضافه کردن سیر و ماست به مایونز نمک و فلفل به مقدار دلخواه اضافه میکنیم. در این قسمت 3 عدد تخم مرغ رو با 1 لیوان شیر به خوبی با هم مخلوط میکنیم و بعد از مخلوط شدن به اون نمک و فلفل به مقدار دلخواه اضافه میکنیم و باز هم به خوبی مواد رو با هم میزنیم. در این قسمت موادمون رو که گذاشتیم کمی خنک بشه بهش تخم مرغ و شیر میکس شده رو اضافه میکنیم تا تخم مرغ در مواد گوله نشه. در این قسمت میتونیم از پنیر ورقه‌ای خرد شده یا رنده شده استفاده کنیم، روی موادمون بریزیم و بعد از کمی هم زدن ظرفمون رو جابجا کنیم، از ظرف فر استفاده کنیم و مواد که کامل ریخته شد در ظرف فر اون رو
در فرن در دمای 180 درجه به مدت 25 دقیقه میذاریم که در فرن بمونه. در این قسمت غذای ما حاضر شد. میتونیم از سسی که از قبل آماده کردیم غذامون رو نوش جان کنیم.